سوال دیگری که عزیز ما پرسیدن این است که در مورد نماز، من قبلا هم در این مورد مفصل صحبت کردم، باز هم خدمت شما عزیزان مطلب رو بیارم اینجا یک بار دیگر بیان بکنم که الله سبحانه و تعالی اولا نماز خواندن فرض است بر همه مسلمان ها. 5 وقت نماز خواندن فرض است. الله متعال میفرماید که فاقیموا الصلاة ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز بخوانید که نماز خواندن بر مؤمنان در اوقاتش فرض شده است. یکی از ارکان دین نماز است. شهادتین است، نماز است، روزه است، زکات است و حج است. نماز جز ارکان دین است و در اوقات معین کتاب موقوت، یعنی چی؟ در اوقات معین بر مؤمنین فرض شده است. فرق بین مسلمان و مشرک چی است؟ الله متعال در سوره روم میفرماید که و اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. نماز را برپا دارید و از مشرکین نباشید. کسی که نماز نمیخونه مسلمان نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند العهد الذی بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقد کفر. پیمانی که بین ما و بین آنها، یعنی بین کفار هست، نماز است. کسی که نماز را ترک بکند کافر می شود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که بین الرجل و بین الشرک و الکفر ترک الصلاة فمن ترکها فقد کفر. بین یک مرد و بین کفر و شرک فرقش چی است؟ ترک کردن نماز است. و کسی که نماز را ترک بکند کافر می شود. اجماع علمای اهل سنت است که کسی که نماز رو ترک بکنه مداوم، فرق فقط در این است که بعضیا میگن که اگر که گاهی بخواند گاهی نخواند کافر نمی شود، فاسق می شود. بعضیا میگن که اگر ترک بکند، عمدن ترک بکند، کافر می شود. اگر ایمان داشته باشد کافر نمی شود. اما اجماع بر این است که کسی که نماز را اصلا نخواند، اصلا نماز 5 را نخواند، این انسان به اجماع علمای اهل سنت کافر است. فرق بین مسلمان و بین کافر نماز خواندن است. ببینید ما بیشتر در مورد حج صحبت کردیم. الله متعال میفرماید حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج خانه خدا بیت الله برای کسی که استطاعت شده باشه. استطاعت شده باشه حج برای تو فرض نیست. نماز از بین عبادت ها تنها عبادتی است که در هیچ حالتی انسان نمیتواند که نماز رو ترک بکند. در هیچ حالتی. در حالت جنگ هستید، دشمن بالایتان حمله کرده، مجاهدین باید به 2 قسمت تقسیم شوند. یک قسمت بروند نماز بخوانند، قسمت دیگری در خط دفاع قرار بگیرند، بعد جای خودشون رو عوض بکنند. مریض هستی نشسته بخوان، اگر که نشسته نمیتوانی بخواب، اگر که در خواب نمیتوانی خودتو تکان بدی با اشاره نماز بخوان. آب بود وضو بگیر، آب نبود تیمم بکن. در هیچ حالتی نماز از انسان ساقط نمی شود، در هیچ حالتی. امیدوارم که این برادر عزیز و بزرگوار ما الله سبحانه و تعالی به اونا توفیق بده که نمازهایشون رو بخوانند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لا دین لمن لا صلاة له. دین ندارد کسی که نماز نمیخواند. و احادیث در این مورد یعنی واضح و آشکار است. در حدیث جالبی است که میفرمایند که من حافظ علیها، کسی که نماز رو برپا میداره، در وقتش ادا میکنه، کانت له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامه. این براش نور است، دلیل است، راهنماست و نجات است در روز قیامت.
و من لم یحافظ علیها لم یکن له برهان ولا نور ولا نجات. و کسی که نماز رو ترک میکنه، نه برای برهانی است، نه دلیلی است، نه نوری است، نه نجاتی است، نه هدایتی است. و کان یوم القیامة مع قارون و هامان و فرعون و ابی بن خلف. و روز قیامت با کیا محشور میشه؟ با قارون، با هامان، با فرعون، با ابی بن خلف. ابی بن خلف کی است؟ که سران مشرکین کفار مکه. این رو باید عزیزان ما در نظر بگیرن.